منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره قرآن کریم و آداب تلاوت آن صحبت بکنیم. قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی، این دستور زندگی برای همه انسان‌ها. در زمانی که جهل و نادانی همه این کره خاکی را فرا گرفته بود، الله سبحانه و تعالی به خاطر هدایت بشریت و به خاطر اینکه ما از جهالت و از نادانی و از تاریکی ها و ظلمت هایی که همه ما حول ما را در بر گرفته بود رهایی یابیم، الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای راهنمایی ما فرستاد. بعد از پیامبران دیگری که امتها و انسانها را به راه الله سبحانه و تعالی و به خاطر توحید و یکتاپرستی او تعالی دعوت کردند، اما بعد از این پیامبران امتها دوباره به شرک و به کفر و به اعمال زشت روی آوردند، خاصتا در منطقه جزیره العرب که در آن زمان انسانها در جهالت و در گمراهی زندگی می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی فرستاده شد تا با قرآن کریم ما را از این تاریکی ها و از این گمراهی ها به راه راست و به روشنی و به هدایت و به سعادت راهنمایی کند. قرآن کریم معجزه جاودان الهی است. امروز اگر شما بروید و برای یهودیان و مسیحیان بگویید که برای ما از معجزات پیامبرتان سخن بگویید، شاید درباره باز کردن رود نیل، درباره عصای حضرت موسی علیه السلام و درباره دست نورانی حضرت عیسی علیه السلام و درباره زنده کردن مرده ها توسط عیسی علیه السلام و درباره شفا دادن کور و کسی که مرض برس یا پیس داشته باشد، لکای سفیدی که در بدن به وجود می آید، برای شما بگوید که این هست معجزات پیامبرمان. اما این معجزات را شما در این زمان نمی توانید محسوس بکنید، یعنی معجزه‌ای که تا امروز در بین امتهای پیامبران گذشته وجود داشته باشد در دسترس نیست. این تنها دین مقدس اسلام است که امروز اگر که به یک مسلمان بگویید که بزرگترین معجزه دین اسلام چیست، این قرآن کریم را برای ما نشان میدهد و میگوید که این است معجزه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما آورده است. در این کتاب مبارک و در این قرآن کریم روش زندگی، حکومتداری، سیاست، اقتصاد، بخش نظامی، همه امورات زندگی مسلمان، از خواب گرفته تا بیداری، از عبادت گرفته تا همه اعمالی که ما انجام میدهیم، در این قرآن کریم برای ما الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است. این کتاب قانون اساسی هر حکومت اسلامی است. این کتاب حکومتداری، سیاست، روابط با کشورهای دیگر، روابط انسان با انسان دیگر، روابط مسلمان با مسلمان، حتی روابط خویشاوندان هم در این کتاب کریم ذکر شده است. پس این قرآن، این کتاب هدایت و این معجزه جاودان الهی تا روز قیامت برای ما کتابی است برای هدایت، برای ما کتابی است برای سعادت. هر کس که به این کتاب عمل بکند و به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکند، به بهشت الله سبحانه و تعالی وارد می شود و هر کس که نافرمانی این قرآن را انجام دهد، این انسان مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی می گردد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما شما توفیق پیروی از این
قرآن کریم و از این معجزه جاودان الهی را نصیب نماید. برادران و خواهران عزیز و گرامی، ما در دین مقدس اسلام باید پایبند یک سری موازین و شروط و یک سری قوانین باشیم که برای هر مسلمان دانستن آن واجب است. همه ما باید بدانیم که قرآن کریم کتابی است که از جانب الله سبحانه و تعالی و بر ما نازل شده است و کلام الله سبحانه و تعالی است. این کتاب مخلوق نیست، بلکه کلام باری تعالی است که برای هدایت ما مسلمانان فرستاده شده است و باید به این عقیده باشیم که این کتاب از هر گونه تحریف و از هر گونه دستبرد و از هر گونه اضافات یا کمی در آن محفوظ است، زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن کریم را برای شما فرستادیم و ما حافظ و نگهدار آن هستیم. پس الله سبحانه و تعالی حافظ و نگهدار این کتاب از هر گونه تعریف و از هر گونه دستبرد دشمنان اسلام است. و در سوره فاطر آیه 29 و 30 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور. کسانی که کتاب الله را می‌خوانند و نماز را برپا می‌دارند و از چیزهایی که به آنها داده شده است پنهان و آشکار بذل و بخشش می‌نمایند، آنان چشم امید به تجارتی دوختند که هرگز بی رونق نمی‌گردد و از میان نمی‌رود، تا الله اجرشان را با تمام و کمال بدهد و از فضل خود برایشان پاداش بیفزاید، چرا که الله آمرزگار و سپاسگزار است. در عالم هستی هیچ کتابی در فضیلت و برتری به پایه قرآن کریم نمی رسد، بلکه این کتاب از همه موجودات و از همه اشیایی که الله سبحانه و تعالی آفریده است برتر و والاتر است، زیرا این کتاب کلام الله سبحانه و تعالی است. در حدیث شریف پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند که در بخاری طبعا این حدیث روایت شده است که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد. همچنان می‌فرماید که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای یاران خود، یعنی برای کسانی که قرآن خواندند و قرآن را حفظ کردند، به عنوان شفیع یا شفاعت کننده می آید. و در روایت مسلم حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که می‌فرمایند که در روز قیامت قرآن و اهل قرآن در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر می شوند. اهل قرآن کسانی هستند که در دنیا قرآن را خواندند و به قرآن عمل کردند. این انسانها را می آورند و در پیشروی آنها سوره های بقره و آل عمران است و در پیشاپیش آنها حرکت می کنند و این سوره ها و قرآن کریم از یاران خود، از کسانی که قرآن خواندند و با آن عمل کردند دفاع می کنند و از آنها حمایت می نمایند. در حدیث متفق علیه دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که کسی که قرآن را ماهرانه، یعنی بدون اشتباه و وقفه بخواند، با فرشتگان بزرگوار و نیکوکار محشور می شود و کسی که قرآن را به سختی و امراء وقفه بخواند و در خواندن قرآن دچار مشکلات و سختی شود، برای او 2 اجر است. ببینید که الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چقدر به این امت خود مهربان هستند، چقدر به ما انسان‌ها
میخواهند که هر طوری که شده ما مستحق رحمت و بخشش و مستحق جنت الله سبحانه و تعالی بگردیم. در بین بسیاری از مسلمانان شاید رواج باشد که میگن کسی که قرآن بلد نباشد یا نتواند قرآن را به درستی بخواند و میگن که قرآن نخوان که گناهکار میشی، در حالی که این مخالف امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مخالف این حدیث شریفی است که میفرمایند که اگر کسی قرآن را روان و بدون وقفه بخواند برای او یک حجر است و کسی که قرآن را با مشکلات و به سختی تلاوت می کند و در راه تلاوت قرآن دچار دشواری و مشکلات می شود، برای این انسان 2 اجر است. یک اجر به خاطر اینکه قرآن می خواند، اجر دیگر به خاطر اینکه با دشواری و در خواندن قرآن دچار دشواری و مشکلات می شود. پس این قرآن سرچشمه هدایت و رحمت برای همه انسان هاست و فوز و فلاح و رستگاری ما انسان ها در پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف دیگری می فرمایند که الله سبحانه و تعالی به این قرآن کسانی را بلند و کسانی دیگر را پست می کند. یعنی اگر ما به قرآن عمل کردیم، الله سبحانه و تعالی به وسیله همین عمل ما به قرآن مراتب ما را در نزد خود بالا می برد و اگر که به قرآن عمل نکردیم و نافرمانی قرآن را نمودیم، ما را پست و خوار و ذلیل می گرداند. بشارتی است برای حافظان قرآن کریم، کسانی که قرآن کریم را حفظ می کنند و به آن عمل می کنند. در حدیث شریفی که ابو داود و ترمذی روایت کردند آمده است که در هنگام ورود به بهشت و قاریان و ملازمان قرآن، کسانی که قرآن را حفظ کردند و با آن عمل نمودند، می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی طبعا می‌فرماید که قرآن بخوان و از پله‌های بهشت و از درجات و منزلات بهشت بالا برو و با تأنی و با تجوید قرآن بخوان، همانطور که در دنیا قرائت می‌کردی و در دنیا ترتیل می‌کردی. یعنی همانطوری که در دنیا قرآن را قرائت می‌کردی در اینجا نیز بخوان و به هر قرائت تو و به هر آیه‌ای که می‌خوانی منزله و درجه تو در بهشت بالا می‌رود، زیرا منزلت تو در آخرین آیه‌ای است که می‌خوانی. خوشا به حال کسانی که قرآن را حفظ دارند و به قرآن عمل می‌کنند. آنقدر مدارج و منزلت و درجات او در بهشت بالا می‌رود تا اندازه آخرین آیه‌ای که حفظ دارد، تا آخرین آیه‌ای که تلاوت می‌کند، مقام و مرتبه او در نزد الله سبحانه و تعالی در بهشت جاویدان بالا می‌رود. درباره آداب تلاوت قرآن کریم باید همه ما و شما عزیزان بدانیم که باید وقتی که می‌خوایم قرآن کریم را تلاوت بکنیم باید اول وضو بگیریم و پاک باشیم. با قرآن کریم را وقتی که تلاوت میکنیم با دقت و با تأمل قرآن کریم را تلاوت بکنیم. سعی بکنیم معانی و تفسیر قرآن کریم را یاد بگیریم، زیرا درست است که تلاوت قرآن کریم ثواب دارد، اما اگر که ما میخواهیم واقعا قرآن کریم در زندگی ما تأثیر بکند و واقعا قرآن کریم زندگی ما را عوض بکند، باید ترجمه و تفسیر قرآن کریم را بدانیم. باید بدانیم که این آیاتی که میخوانیم چه معنی دارد. باید این آیاتی که تلاوت میکنیم بر ما تأثیر داشته باشد و مسیر زندگی ما را عوض بکند و برای ما خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت بیاورد. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی نصیب فرماید و به ما توفیق دهد که این قرآن کریم را بخوانیم و به آن عمل بکنیم. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر
بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.